این برادرو، این است وظیفه ملک الموت. زمانی که او آمد، پیر و جوان، بای و گدایان، وزرا و امرا را یکی پس همدیگر از میان آدمیت به اینجا می آورد. او را پروای نیست از آن که حال یک توبه نکرده، دیگر نماز نخوانده. او را پروای پول و مال و احوال آدمیت نیست به خدا. پس هر لحظه و هر ثانیه تیار باید شد ای برادر و خواهران ایمانی من. ای دل، تو چرا در این جهان بیخبری؟ شبهای دراز در طلب سیم و زری. از مال جهان نصیب تو یک کفن است، آن هم به گمان است بری یا نبری. خدای کرده باشد که ما را نیز نصیب اینجا گرداند. چون میشنویم یکی را آب برده، دیگری در دشت و بیابان مرده، نصیبشان لااقل یک کفن هم نمی شود.